کامنتاتون متوجه شدم که راکی و میخونه از همه بیشتر طرفدار داره. من تصمیم گرفتم یکی از میخونه های قدیمی و با کیفیتی که اطراف جاده استقلال هست رو بهتون معرفی کنم. اینجا یه میخونه قدیمیه ولی کیفیت غذاش و مزه‌هاش خیلی متفاوته و 2 تا محیط داره، یکی محیط داخلی، یکی هم محیط تراسش که از اون کوچه باها رد میشه و موزیک زنده نداره ولی اینقدر محیطش انرژیش خوبه که میتونید یه شب خاطره انگیز اینجا بسازید. خب همونطور که خیلیاتون میدونید راکی جز نوشیدنی‌های معروف و قدیمی ترکیه است. بهتون توصیه میکنم اگر اهل نوشیدنی الکلی هستید حتما یک بار امتحانش بکنید. چرا؟ چون که به خاطر خواص گیاهی که داره اونقدر مثل بقیه الکلا مضر نیست و آسیب‌های فرداش هم خیلی کمتره. یکی از دلایلی که اینجا خیلی طرفدار داره و شلوغه این مزه‌های خوشمزه‌شه که شاید این مزه‌ها رو همه جا ببینید اما برای اینجا خیلی تازه و خوشمزه است. و در آخر بعد از همه نوشیدنی و خوردنی اینجا همه طریقای خوشمزه است یا همون دسر خودمون رو بهتون معرفی کنم. اینو نخورده از نریدا. اگر روزهای آخر هفته خواستید بیاید اینجا رزرواسیون لازمه و همون زبان انگلیسی ساده هم میتونید رزروتون رو انجام بدید و مثل همیشه برای پیدا کردن اینجا روی لینک زیر بزنید، از روی مپ راحت اینجا رو پیدا کنید و بیایید.